چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی. من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت. کی بود باز که شوری به چمن در فکنم. همه مرغان هم آواز پراکنده شدند. آه از این باد بلاخیز که زد در چمنم. من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. با سلام و وقت خیر خدمت همه همراهان گروه تیرکس 98. جلسه 22 رو در خدمتون هستیم و در این جلسه سعی میکنیم که بررسی الگوهای پرایسی حاصل از شکست رو در خدمتون باشیم یا همون به اصطلاح کپساین پرایس رو کمی در مورد صحبت کنیم. نام دیگه کپساین پرایس یا الگوهای حاصل از شکست که در این خصوص قبلا یه مقدار صحبت کردیم برمیگرده به همون بحث پیوت ها، اما در این جلسه سعی میکنیم که اون عوامل تاثیرگذار روی گره های معاملاتی سبک تریگر پرایس اکشن یا رفتارشناسی حرکت قیمت رو ریزتر بشیم و در موردش صحبت کنیم و انشالله بتونیم برسیم به همون ناحیه هایی که در پیوت ها در موردش صحبت کردیم، ریترن تو پیوت ها یا همون RTP ها و انواع مختلفی که وجود داره. توی بحث کپس تو مسئله پیوت ها بیشتر فوکوسمون روی بحث بیس پیوت ها هستش. البته توی انواع ساختارهای پیوتی هم این بحث کارایی داره و عمومیت داره. به هر حال دو تا الگوی پرایسی داشتیم، یه دونه الگوهای حاصل از شکست بود که جلسه قبلی در این خصوص کمی صحبت کردیم و اگه خاطرتون باشه توی اون جلسه اشاره کردیم که یک ناحیه داریم و زمانی که قیمت به اون ناحیه و به اون سطحمون میرسه مطابق با تمام حالا شرایطی که در اون جلسه عرض کردیم و اصلی ترین اون تشخیص سطح بود و کندل برکوتی که داشتیم و ناحیه زمانی که با کندل شکسته میشد و بعد یک برگشت کندلی بودش که شکست خود ناحیه ایجاد شده در تایم تریگر که های یا لو کندل شکست رو در واقع می اومد مجددا برکوت میکرد، یه ناحیه اکسپ برکوت به ما میداد. این ناحیه اکسپ برکوت رو اومدیم در موردشون صحبت کردیم، گفتیم گره های معاملاتی ما هستن و توی دو تا در واقع قسمت، حالا چون به صورت توامان صحبت میکردیم بعضی از دوستان شما یه مقدار تو این بحث نمیدونم کلمه مناسبش چی هستش، یه مقدار حالا ما بد عنوان کردیم و به هر حال اون کندل برکوت در دل خودش هیدن گپ داشت که اون هیدن گپ رو میتونستیم بیایم پیدا کنیم به عنوان تریگر لولی که در واقع وجود داشت. توی بحث هیدن ها کاملا در موردشون صحبت کردیم. اون ناحیه گره معاملاتی بود که به عنوان FTR بود، Failure to Return بود و از این به بعدش اومدیم این نواحی رو بر اساس توان حرکتی و فرمولی که توی سبک رفتارشناسی حرکت ارائه شد و دیدگاهی که ارائه شد تقسیم بندی کردیم. نواحی هم از ETR، CTR و ETR که این گلف در واقع بودش، CTR کلیم بودش و برای این دوره که دوره 98 هستش یه سایتیه که ادمین ها درست کردن و به هر حال اونقدر که دل اونا به حال این سیستم و این روش میسوزه ما این همه نسبت بهش حساسیت نداریم و در دوره
دوم که الان در خدمت شما هستیم، یعنی تیرکس 98، یه آیتم OTR هم به مبحث افزوده شد و این تا اینجا توی بحث شکست ها بود. توی همین راستا اگه خاطرتون باشه ما یه در واقع اسامی مشترک داشتیم، اما گره ها و ناحیه هایی داشتیم که دیگه توی دل شکست نبودن. نواحی که بر اساس طول حرکت می اومدیم و اندازه گیری می کردیم، اون نواحی که بر اساس طول حرکت اندازه گیری می کردیم. منم بازیم گرفته، بذار این سایت رو ببندم و این صفحه هم که خب به هر حال معرف این هستش که سبک تریگر رو با صدای انکرالعصوات سعید خاکستر در واقع میشنوید. جلسه 22 بررسی الگوهای پرایسی حاصل از شکست. چی مبدی چی یه چیزی توی این مایه ها که بعضیا میگن نمیدونم چی سازنده اختراع کننده سبک رفتارشناسی حرکت. و به هر حال ما هم توی چاله میدون بزرگ شدیم، به بزرگواری خودتون ببخشید دیگه. فعل و فاعل و جملات و به هر حال هر کسی یه جوری هر جوری صحبت میکنه که اونجا بزرگ شده و این هم جزئی از مزایا یا معایب بزرگ شدن در چاله میدان هستش. و دیگه دایره لغات ما هم همونی که خودتون میدونین هستش و به هر حال توی شهری هستیم که ممکنه خیلی نسبت‌ها هم خیلی چیزها هم به ما نسبت داده بشه، اما اصلا اینطوری نیستش. خیالتون راحت باشه و برگردیم به بحث امروزمون و بریم یه سری به چارت بزنیم، حداقل یه کوچولو هم توی چارت صحبت کنیم و این هم چارت و مطابق معمول یورو USD. و اما بعد من قبل از اینکه به اما بعد بریم یه نکته کوچولو رو هم خدمت شما عرض کنم در مورد اینکه شما زمانی که یک گره حاصل از شکست داشتید و به هر حال می اومدید طول اون گره رو حساب می کردید و می دونستید که برای کدوم یکی از تایم های فرکتالی سبک رفتارشناسی حرکت هستش، توی اون گره های معاملاتی دنبال چی بودید؟ دنبال یه سری شواهد بودید و راهکارهایی که می اومدید گره ها رو به هر حال بررسی می کردید. یکی از اون کندل هایی که توی دل گره ها بود بهش گفتیم که کندل آخرین در واقع توان، چیزی گفتیم معادل شاید بحث MPL یا حد دردی باشه که آقای ایف یکی از شاگردهای آقای سیدن اگه اشتباه نکنم توی یه دونه از وبیناراش در موردش صحبت کرد. من که زبان فارسی مشکل داریم دیگه، چه برسه به زبان اصلی. زبان انگلیسی ظاهرا زبان اصلی هستش و اونجا در موردش صحبت کردن. تا اونجایی که من میدونم تقریبا معادل همون هستش و اینو اشتباه نکنید، حذر زیرو تریگر کندل MPL نیست. زیرو تریگر کندل زیرو تریگر کندل هستش. شرایطش رو توضیح دادیم، شرایط اون MPL اون در واقع آخرین توان یا حد درد رو هم توضیح دادیم. و یکی دیگه از مواردی که توی گره های معاملاتی داشتیم این بودش که توی بحث گره های معاملاتی شما می اومدید طول گره رو حساب می کردید، مثلا اینجا 27 پپ و میرفتید در تایم های بالاتر نگاه میکردید ببینید که این گره‌ای که اینجا هستش آیا در تایم بالاتر دیده میشه، اون شرایطش وجود داره یا نه. شرایطش چی بود؟ حداقل 3 کندل در جا زدن در سبک رفتارشناسی حرکت گره معاملاتی هستش که دیگه تقسیم بندی میشد بر اساس الگوها و پترن هایی که بودش. و الان شما یک گره معاملاتی در تایم 4 ساعته میبینید که طولش هم برابر با توان حرکتیه و TH تایم 4 ساعته هم یه چیزی هول و هوش 30 پپ هستش. این TH رو دوباره با گام دوباره رو به خاطر این گفتم که 2 تا عدد داریم و نیاید این توان حرکتی رو یه وقتی با اون توان حرکتی گام‌های کوتاه و بزرگ تحلیل بازار که برای 4 ساعته هستش 48 و 65 قاطی
نفرمایید و بریم برای کجا؟ بریم برای اینکه این گره یه چیزی هول و هوش همون 27 سی پپ اندازه این انتهای حرکت، اینم اینور 28 پپ سی پپ. پس شما یک گره ای دارید که معادل طول همین آقازاده تایم خودش هستش دیگه. توی تایم بالا مطمئنه این گره با اون شرایطی که برای گره ها گفتیم دیده نمیشه. حالا میخواد اینجا بیاد تصمیم گیری کنید که کجا اوردر ست کنید. وقتی قیمت گره مال همینجاست و میخواد به اینجا برسه، شما همین ابتدای گره و اگه گره طولش بیشتر بود مثلا این گره که بارها و بارها و بارها در این دوره راجع به همین گره صحبت کردیم و اون موقع طول این گره رو اندازه گیری میکردید 70 تا و میرفتید ببینید که 70 تا هستش یه وقتی در تایم بالا دیده نشه و شرایط گره اونجا نباشه، حداقل یکی 2 تا 3 تا 2 تا در جا زدن داره. یعنی اینکه شما این دفعه رو اقباض نمی کنیم، شما در این تایم هستید، گره برای این تایمه و تایم بالاتر، انتظار دارید که قیمت کجا برسه؟ تقریبا 1/3 از نصف به پایین. یعنی باید اون آقازاده زیرو تریگر کندل با شرایطی که برای زیرو تریگر کندل ها گفتیم در همین ناحیه ها پیدا کنید محلی برای تست اول ورود. این اینجوری نیستش که یعنی قیمت به این پایین، نه، کل ناحیه اینجاست. یعنی که ما از اون 1/2 بالایی برای ورود دیگه چشم پوشی میکنیم، تمرکزمون روی ورود در این ناحیه هستش و بهترینش هم کجا؟ بهترینش هم همینجا و یه لحظه استوب میزنیم، میریم یه ترید میکنیم و برمیگردیم. جستی میریم یا چی بود؟ نه، تاختی میریم، آقای سال اهلا یا همون اگه اشتباه نکنم، و تاختی برمیگردیم. اما برگشتیم با ادامه مبحث و این که اصلا چرا ما مجددا اومدیم و بحث شکست ها رو مطرح کردیم و اینکه اشاره کردیم به نواحی ETR، CTR و ETR این بود، FTR این بود و حالا توی طول های بزرگتر برید دنبال CTR و OTR باشید. و چرا کلا دنبال این مبحث بودیم؟ به خاطر اینکه همه این درجا زدن ها از FTR تا OTR همشون به عنوان یک بیس هستند و اما بهتر اون استش که توی بحث آقازاده کپساین پرایس شما تمرکزتون روی بیس پیوت ها باشه و بیس پیوت ها با همون شرایط حداقل 3 کندل درجا زدن که قادر نباشند هایلو جدید بزنن، میشه ناحیه بیسمون. و اما توی بحث کپس بریم برای نقاشی کردن با شما یک حرکت دارید. این حرکت شامل چی هسته؟ شامل حداقل 3 واحد حرکتی تایم. یکی مثلا اینجوری وسواس به خرج بریم برای هم اندازه شدن 2 تا و 3 تا. هرگاه این 3 واحد حرکت رو داشتید، اصول اولیه اون تئوری نمیدونم چی پایه‌گذاری سبک رفتارشناسی حرکت، 3 واحد حرکت، 3 تا توان حرکتی TH حرکت و 1 واحد برگشت رو، 1 واحد در واقع توان حرکتی برگشت وقتی اتفاق می افتاد شما پیوت داشتید. پیوت ها و ورود در پیوت ها در اصل اشاره به همون مبحث شکست هستش، اما در تایم پایین تر. یعنی اگه خاطرتون باشه ما خدمت شما توی بحث ستاپ هایی که داشتیم و توضیح دادیم گفتیم که زمانی که شما یک سطحی داشته باشید و قیمت بیاد بهش برسه، شکست شدن سطح گفتیم که مطلقاً در همون تایم شکست. البته من توی یکی از سوالها یه سری تصاویر در اختیار گروه گذاشتم، میخواستم یه مبحثی رو عنوان کنم. یکی از دوستان شما اومد گفتش که نه اینجا این شرایط نداره. گفتم که ترک ها یه
ضرب المثل دارن که میگن که حق با شماست که شر السن، شر به خوابه، یه همچین چیزی. و گفتیم خیلی راحت حق با شماست و از اون مسئله عبور کردیم. و اما شما اگه توانایی لازم، این که ما گفتیم که نرید توی تایم های پایین، به خاطر این هستش که شکست اون پکیج و احتیاج به تسلط و توانایی داره و برای در امان بودن شما که انشالله دیگه از الان تازه کار نیستید، این که میاد SO4 میشه، نمیتونید بعضی وقتا سطح ها رو تشخیص بدید، حالا به هر دلیلی که اونجا گفتیم که میتونه SO4 ها اتفاق میفته، درگیر مسئله SO4 ها، درگیر مسئله استاپ ها، درگیر مسئله کندل هایی که کلین هستن، کندل هایی که اوتساید هستن نشید، گفتیم که شکست رو به صورت پکیج بیاید بررسی کنید. اما اگه اون تسلط رو داری، شما حتی میتونید شکست رو در 1 دقیقه هم تشخیص بدید. یعنی اینکه یک سطح دیلی دارید و قیمت میاد در 1 دقیقه به سطح دیلی شما میرسه، شما میتونید اونجا هم حتی بفهمید که این سطح شکسته شده یا نشده. حتی اگه نتونید اون رو درک کنید، به هر حال حتی در M1 بعدا میتونید برید چیکار کنید؟ برید ناحیه 0 مرزی رو برای کندل شکست. ما چندین در واقع نمونه ها رو برای پیدا کردن اون ناحیه عرض کردیم خدمت شما. تقسیم بندی نواحی رو گفتیم، کندل های زیرو رو گفتیم، کندل های آخرین توان حرکت رو گفتیم، بعد دیگه همه ناحیه ها رو گفتیم. یه سری مسائل دیگه هم به هر حال مطمئناً وجود داره که الان میگن باز یه چیزا هستش که اون اوستا علم رو نمیخواد بگه و فوت و کوزه‌گری رو میخواد برای خودش نگه داره. نه، همه رو میگیم، ولی دیگه خیلی ریز میشه، اصلا احتیاجی نیست که شما برای ترید کردن بخواد این همه ریز بشید، چون توی بحث معامله گری و ترید کردن داستانش با تحلیل کردن یه کوچولو متفاوته. کوچولو بودنش اینه که شما تحلیل میکنید، سطور رو به دست میارید، اما توی بحث معامله گری حتی شاید همه این بحث هایی که الان داریم و 30-40 جلسه ای که در 1 سال گذشته، فکر کنم دیگه استارتش رو توی اوایل سال بود و داره 1 سالش الان 8 آبان، آره مهر، آبان، آذر، دیگه داریم میریم توی آذر، 1 سالش تموم داره میشه و شما توی این آقازادی بحث تحلیل کردن باید 100% باید بلد باشید. اما زمانی که دیگه بحث معامله گری میشه، من دیگه حالا اغراق آمیزش رو میگم که 5% بحث معامله گری رو میدونی که این بحث تکنیکال توش جا داره و بقیهش به پلن معاملاتی، بقیهش به ستاپ، بقیهش به مدیریت ریسک و بقیهش به مدیریت سرمایه و بقیهش به مدیریت خیش، سلف سرویسه داره. و از این بحث بگذاریم، بیایم سر بحث شکست ها. اگه خاطرتون باشه داشتم عرض میکردم که توی بحث شکست ها گفتیم اینجا مطلقا این کار رو انجام ندید و ستاپ دوم شکست رو که ستاپ مگنتی بود گفتیم والا خطرناک، این کار رو نکنید. اما توی بحث تشکیل پیوت ها گفتیم که ستاپ های اصلی یه دونه این که قیمت بیاد برسه، برگرده و این حداقل 1/3 طول حرکت رو که داره برمیگرده تشکیل چی میده؟ تشکیل پیوت میده. این تشکیل پیوتی که اینجا اتفاق میفته یک ناحیه FTC داشت. دوستان میان سوال میکنن که مرجع رو بگید، ما دنبال در واقع FTC باشیم، ما دنبال این ریترن تو پیوته باشیم. ریترن تو پیوتی که میشد چی؟ RTP. بعد خود این RTP الان داریم خدمت شما، اگه قبلا هم نگفتیم عرض میکنیم که این RTP طولش معادل چی هستش؟ طولش معادل اون آقازاده چی بود؟ توان حرکتی همین تایم هستش و شما در کنار همین حرکتی که اینجا دارید و این در واقع برگشتی که به سمت FTC هستش، شما ETP رو مجددا دارید و اینا رو که دیگه بیشتر توضیح نمیدم برای اینکه از نظر طول حرکتی معادل
همون FTR ETR CTR و OTR اینجا هم همون مسئله هستش. در واقع ریترن تو پیوت دارید، بعد این RTP که دارید میشه ETP، بعد طول حرکت بعدی شما CTP و طول حرکت بعدی شما OTP که دیگه اوت دیگه میاد و از مرحله پرت میشه. اینا طول حرکت هستش و همه اینها به نسبت این آقازاده پیوتی که اینجا داره در واقع برگشتی که داریم و پیوتی که داره تشکیل میشه، این طولها بعدن برای ما کارایی دارن. همه اینها برمیگردن به سطح FTC. اینا مرجعش خود منم و دیگه جای دیگه نیست، برای اینکه این همه این لغت‌های عجیب و غریب و اینا رو همه رو تراوشات مغزی ما بوده و یه دفعه یه جای شوخی کردیم، گفتیم که ما هر جایی یه مبحثی رو دیدیم یه دونه تریگر چسبوندیم بهش و ارائه کردیم و متاسفانه خیلی از دوستان شما اصلا ظرفیت ندارن و میان از شوخی هایی که ما در واقع توی بحث جلسات و کلاس ها و در واقع ویدیوها و آموزش داریم در جاهای دیگه سوء استفاده میکنن. برید تمام نت رو، برید تمام چه میدونم مطالب و مقالات و هر چی که دیگه در اختیارتون زبان اصلی، برید تمام کتاب های آمازون رو هم بخرید و شما هیچ وقتی به بحث رفتارشناسی حرکت تریگر پرایس اکشن برخورد نمی کنید. تشابه اسمیه و اینجا شما چی دارید؟ نعوذ بالله یه جایی گفتم که من قرآن ناطق و عمرو بعاص ها اومدن کاغذ پاره ها رو به نیزه کردن و یه سری خوارج هم مطمئناً هر جایی هست. نه من اون نمیخوام بحث رو حاشیه‌ای بکنم و نه، اینا بحث های زندگی در واقع من چاله میدانی هستش که زندگی پیغمبر خدا هم باشی. آره میدونم زباله میریزن روت و امام برحق هم باشید، به هر حال یه کارهایی انجام میدن. بسیار بسیار آرامش خاطر دارم و ممنونم از همه شما همراهان عزیز. اما برگردیم به کجا؟ سطح FTC و این آقازاده ریترن تو پیوت. توی این بحثی که امروز در خدمت شما هستیم یه مقدار تخصصی تر میخوایم راجع به بیس ها صحبت کنیم. یعنی شما یک حرکت دارید، حرکت باید چی باشه؟ رالی به سمت بالا بود، فرق نمیکنه این وریش هم هست، دراپ، بیس، دراپ و حالا این اسپایک شد ایراد نداره، از این ورش هم بیس و یک حرکت ریزشی کپس. حالا به خاطر اینکه این دوتا مثل هم بشن با ایزه شما حساسیت های نقاشی، این یکی و این یکی. اینجا هم بیس، این بیسی که اینجا داره اتفاق میفته میتونه تمام اون حالتهای آقازاده SO4 ها رو به خودش بگیره، جزء مبحث هستش. و اما بهتر اونه که چی بود؟ حداقل 3 کندل در یک در واقع درجا زدن داشته باشیم که نتونه های لو رو بیان های لو همدیگر رو بزنن. توی این محدوده بیس ها شما بعضی وقتا میتونید پرشین گلف داشته باشید، میتونید حرکت های استاپ هانتر داشته باشید، میتونید حرکت های جعلی داشته باشید و همه اونها در همین یه تیکه بیس گنجانده میشه. مثل سوراخ بافور هستش که یه آقازاده‌ای رفته بود چیکار کنه؟ رفته بود یه دونه حقه بخره. اونایی که نمیدونن، حقه قسمت سفالی در واقع بافور هستش که روی اون چنبه سوار میشه و مثلا یه همچین حالتی شما یک چنبه دارید. نه این که چنبه نبود، چنبه مال کشمش بود که بعضی همینجوری مثلا میان میگن که فلانی مثلا کشمش هم میگن چنبه داره دیگه. حالا نمیخوایم زیاد وارد اون مسئله بشیم. این اون چنبه هسته. چنبه معادل سایه و معادل شادو میتونید در نظر بگیرید. اون بالایی هم این بدنه هم میشه حقه. یه دونه سوراخ کوچولو ریز اینجا هستش که معمولا اون قسمت بدآموزی داره میذارن اینجا و گرمش میکنن، اسمش رو دیگه نگیم و فردا میان ما رو به خاطر انتشار آموزش عملکردی پیوت ها دستگیر میکنن و
اینجا چه اتفاقی میفته؟ گفته بود که یعنی اینکه مثلا چه میدونم این یه لولی که من خریدم اون موقع زمان فکر کنم شاهنشاه آریامر چیز بوده، سهمیه بندی هم بوده، یعنی اینو من باید اینجا از این سوراخه بفرستم تو. اونی که میفروخت این حقه رو گفته بود اصلا ظاهرا نگران نباش، البته نقل قول مستقیم نیست و تعریف خاطرات اونا هستش که گفته بود اصلا نگران نباش و ترلی بابات با بارش از این سوراخه میره داخل. و اینجا هم چه ربطی به هم دیگه داشت پیدا کنید پرتقال فروش را، اینجا هم همینه و به همین ساعت راحتی و به همین سادگی نیستش، اما همه تحلیل تکنیکال از این سوراخه میاد داخل همین بیس پیوت ها و توی بحث شکست ها رو که خدمت شما بودیم و الان توی بحث برگشت ها و پیوت ها هستیم که ادامه جلسه پیوت ها هستش و این پیوت هم یک تشابه اسمی هستش و هیچ ربطی به گفتم سوینگ های سوینگ لو و اون مسائل نداره، اما یک کوچولو میتونید تشابه سازی داشته باشید. اما این همه روزه خواندم 26 دقیقه هنوز نتونستم بگم که چرا این دوتا بحث رو شکست و پیوت رو داریم در کنار همدیگه میگیم. یه سره امروز نمیدونم چم شده باز منحرف میزنم و قرار شد که تو این ویدیوها دیگه بالای منبر نریم. ظاهرا هر کسی کو دور ماند از وصل خیش روزگاری باز روید اصل خیش یا یه چیزی تو همین مایه ها. ربطش این هستش که توی بحث پیوت ها گفتیم این یکی از ستاپ ها هستش و شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید یک ستاپ دوم هم توی بحث پیوت ها داشته باشید، یعنی این که زمانی که یک سطحی دارید و قیمت میاد و به سطح شما میرسه، یه سطحی دارید و قیمت میاد به سطح شما میرسه، شما میتونید مستقیما برید در تایم تریگر و بر اساس ماهیت سطح وارد داستان بشید. اینجا همون بحث یک کوچولو، این که وقتی قیمت میاد و به سطح میرسه شروع میکنه به درجا زدن در حداقل سکندل و شما یک بیس پیوت دارید. این بیس پیوتی که اینجا هستش گفتیم اگه یه وقتی این بیس پیوت اینور تشکیل بشه دیگه اینم بیس هست. ببین کل این دوتاشون اگه خاطرتون باشه گفتیم جفتشون بیس پیوته، اما این بیس پیوتی هستش که از بریکوته و بیس پیوتی که ادامه حرکت میده به سمت صعودی که در واقع هستش و شکست. این بیس پیوتی که این پایین هستش چی کار میکنه؟ میاد و ادامه حرکت در برگشت داره. توی بحث به بیس ها اگه خاطرتون باشه گفتیم که سطح در واقع حالا چون اینجا داره میرسه به این ور گفتیم سطح بالایی اگه یه زمانی اینجوره کی بود این پایین بود مثلا و آبی بالا، این خب برعکس شد اشکال نداره و اگه قیمت اومد به اینجا رسید اون اینجا تشکیل این آقازاده چی بود؟ بیس رو داشت. ببینید بیس پیوت ها دو تا سطح دارن، سطح پیوتی که سطح بیرونی هستش یعنی این پایینیه اینجا این بالاییه و سطح داخلی. شما زمانی که بیس ها رو دارید یه تکنیکی گفتیم که حداقل سکندل وقتی دیده میشه در یک تایمی مال همون تایم اون گره، توی بحث بیس پیوت ها گفتیم که تایم پترن هستش. شما برای ورود گفتیم مجاز هستید که یک تایم برید پایین تر، یک تایم پایین تر رو که میرید سطح اینجا توی این سعودیه سطح بالا باید در همون تایم فریم خودش برکوت بشه. اما بیس پیوت ها و یا کلا پیوت ها دو تا سطح دارن، یه دونه سطح هم اینجاست و برای این یکی یه دونه سطح هم اینجاست. چه اتفاقی میفته؟ این پایینیه رو به صورت زود هنگام شما میتونید برید در تایم پایین تر و اونجا ترید کنید. این سطح پایین برای ورود زود هنگام هستش که بر اساس ستاپ پیوت ها داشتیم و
شکست در تایم پایین اتفاق بیفته. ببینید همون بحث شکست ها هستش. الان وارد بحث شکست شدیم و هیچ فرقی دیگه در این مسئله با شکست نداریم. شما یک سطحی دارید که تایمش رو مشخص میکنید و اصلا نترسید. اگه تا الان اومدم و تأکید کردم که خیلی جا هم دیدید مثلا خیلی راحت میام مثلا توی چارت میام چی کار میکنم، میگم که خب اینجا مثلا سطح 4 ساعته به فرض، یا میام یه سطحی میخوام پیدا کنم، میبینم که بین مثلا 4 ساعته و 1 ساعته یه جورایی مثلا مشترکه، به خاطر اینکه ما تایم‌های فرکتالی رو دیگه آوردیم با همین آقازاده متا همسان سازی کردیم، این اتفاق میفته و هیچ ایرادی نداره. شما اینجا باشید، اینجایی که الان هستید، یا مثلا چه میدونم یه عرض دیگه بیام این ورتر اینجا هستید، هیچ ایراد و اشکالی نداره. و مثلا اینجا میخواید بیاید بررسی کنید، حالت تویزر شده، یا اینکه توی تایم پایینتر میخواید بیاید بررسی کنید، هیچ فرقی نمیکنه. به خاطر اینکه اصل ماجرا رو اگه شما درک کنید، اون موقع توی بحث شکست ها هم میتونید بیاید و توی تایم های پایین تر وارد بشید. اینجا الان یک حرکت شارپ روی یک سطح اتفاق افتاده، سطح رو بریکوت کرده. شما بریکوت رو میدونید که این سطح بریکوت شده. اگر توی بحث شکست ها چی رو داشته باشید، خط روند داشته باشید، گفتیم که گره حاصله مهمتره. نگاه کنید، نفوذ، برگشت، شکست. پس اینجا شما یک شکستی دارید از نوع چی؟ نفوذ، برگشت، شکست میشه نوع دوم. حالا طول این حرکت از این بالا تا این پایین میشه یه چیزی هولوش مثلا 18-19 پپ و توی تایم 1 ساعته هستیم، 15 تا اون یه دونه 30 تا، پس تقریبا مال همین تایم هستش و این شکست برگشت مال همین تایمه. حالا شما میخواد برید توی تایمای پایین ببینید شما یه سطح داری، یک سطحی ایجاد شده. گفتیم این گره مهمه، اما بازار به هر حال در تایم پایین تر هم اومده چیکار کرده؟ این اون گره بود و اومده یه سطحی رو الان نگاه کنید، یک برگشت، یک در واقع درایور. این طول حرکت هایی که اینجا هسته، شما طول حرکت ها رو من یه دونه ویدیو برای شما فکر میکنم از گروه کلاینت ها که دیگه منهدمش کردیم برای شما فوروارد کردم و اونجا این بحث رو داشتیم. این بحث رو توی بحث اسپایک ها هم داریم، درایو 1، درایو 2، درایو 3، درایو 4 و 5. این 1 ببین این های اینو زده، این 2، این 3، این 4 و این 5. و حالا شما انتظار چی رو دارید؟ یک حرکتی شروع شده، گفتیم حداقل تقسیم بر 3. این آقازاده رو از کجا آوردیم؟ قبلا هم راجع به این قضیه من صحبت کردم. اصل ماجرای این هستش که این حرکت یکه و هر حرکتی که شما داری، لگ حرکتی که دارید، گفتیم که بیاید چیکار کنید؟ گفتیم که بیاید اینجاها ماشین حساب رو بیارید و این آقازاده 1 رو که اینجا هستش، درسته؟ تقسیم کنید بر 3، چون هر 3 تا حرکت یه دونه واحد بود و یه دونه لگ بود، نمیدونم هر اسمی که گفتیم براش میخواید در نظر بگیرید و عدد ممیز 3 الی آخر از اینجا اومده که گفتیم یه عدد شیطانی و از این داستان ها نه، هیچی نیست، نترسید. جن و شیطان و پری و اینا توی بازار وجود نداره و این هم از همون در واقع دیدگاه گرفته شده. حالا بعضی از دوستان میان میگن که چرا شما چه میدونم از اون 66 رو استفاده میکنید؟ خب شما وقتی 2 تا 3 تا حرکت داشتید، یکی 2 تا رنگ، خب یکی 2 تا و 3 تا 3 تا حرکتی که دارید و یک واحد برگشت شما که میخواد به شما در واقع پیوت بده، میاد چی میشه؟ اینجا چون حرکت شارپه در واقع درایوره، ولی بازم درایورهای ما هم جزئی از پیوت ها بودن. این میشه 33 و اون پایین چقدر میمونه؟ میمونه 66. هیچ اشکالی نداره. شما بیاید و این
66 رو از اینجا دلیت کنید و دلیت کنید، یه دونه اینوری بکشید، یه دونه برای انتهاش از اون ور بکشید. بفرمایید. یه دونه بیفته این ور، یه دونه بیفته اون ور داستان. و حالا موضوع اصلی توی بحث اسپایک ها انشالله راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اینکه وقتی شما اسپایک دارید، امروز یکی از دوستانی رو سوال میکرد توی ذهنم، همینجا اصلا بگم هیچ ایرادی نداره، تمام امروز که ظاهرا کلا هنجار شکنی کردیم و کلا ویدیو رو بردیم بالای منبر و داستان تعریف کردیم. این داستان هم روی بقیه داستان ها، حداقل خوبیش اینه که این داستان دیگه داستان مارکتی هستش و اون موقع توی بحث آقازاده اسپایک ها میگیم که یکی از اهدافی که اسپایک ها دارند توی بحث رفتارشناسی حرکت قیمت رسیدن به لول 161.8. حالا مثلا ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم که این یه دونه مثلا مشترک به فرض مثال، درست؟ اینجا اینم 100، این مگه این 33 تا نبود؟ این که 100 تا، اینم یه دونه 33، اینم این بس چیز نداره ها، این ربطی، این مشترکی که اینجاست و 5 تا درایور و اینا رسیدن به این هدف، این ربطی به اون سوال کلاینت ها نداره، اون اصلا یه بحث دیگه هستش. و الان 33 و 33 میشه چقدر؟ میشه 66. رسیدن به هدف 161.8 تقریبا مثلا 62، اینجا 66 و ناحیه‌ای که شما دارید برای هدف اسپایک. حالا یا در 3 تا درایور میرسه و یا در چند تا درایور میرسه، یا در 5 تا درایور میرسه، یا این که اصلا در 3 تا درایوری که هستش یه دونه لول 127 هم داریم. حالا این درایو 1، درایو 2 و ببینید اینا سی پی درایو هستش. سی پی درایو ها برای سبک تریگر پرایس اکشن، اینا رو با دیگه مسائل دیگه قاطی نکنید. و این هم 1 و 2 و 3 هر کجای دیدید اینجوری کشیدن یعنی برای تریگر پرایس. اون شخص اگر میگه نیستم داره دروغ میگه، تریگر پرایس اکشن کاره. و 1 2 3 و 3 مشترک، این هم 1 مجدداً 2 و مجدداً 3. اینقدر بیکار بودم که نشستم چیکار کردم؟ تمام اجزا و تمام جزئیات مطلب با هم دیگه همخوانی داره و این مشترکه از این حرکت مشترک اینجا میاد که من یه دونه گام حرکتی رو اینجا چیکار کردم؟ همپوشانی. و گفتم این همپوشانی ربطی به اون قضیه نداره اما میشه هدف. حالا زمانی که این که دیگه الان کلا دارم درایورها رو میگم و بگذریم ازش و ببخشید پاک رفتیم توی بحث سی پی ها و اسپایک و انشالله اینا رو اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم. برای چی اومده بودم اینجا؟ یادم رفت و مثل اون شکارچیه شدیم. خب اینا دلیت. یک حرکت، یک در واقع برگشتی که توی تایم پایینی که شما هستید به هر حال یه پیوت بوده، بریکوت شده، اینم کندل بریکوت و برمیگرده و گفتیم ناحیه‌ای که برای ما ناحیه اصلی تصمیم گیری هستش این درایوره و تا زمانی که این درایور اینگولف نشه دیدگاه همچنان صعودی هستش. اما اصلا اینجوری نیستش که شما در یک دیدگاه صعودی سل نکنید، مخصوصا گفتیم اگر تایم فریم های سگانه ما باشه. تایم فریم های سگانه رو دیلی، ویکلی و مانسلی. چرا؟ برای اینکه در بحث روابط حرکت قیمت در واقع بین پیوتی که امروز داریم راجع به برگشت ها و پیوت ها صحبت میکنیم، اون 3 تا تایم حتی ریترن تو پیوت هاشون هم ارزش داشت. ریترن تو پیوت گفتیم اون حرکت هستش. ببینید شما یک گره، من حیفم میاد این تحلیلمو پاک کنم اما ایرادی نداره چون اگه اینو پاک کنم دیگه دوباره بلد نیستم این خطا رو رسم کنم. باید بریم این ور اون ور جهت ترسیم خط خود. خب ببینید شما وقتی یه درایور دارید، وقتی یه پیوت دارید، وقتی یک گره معاملاتی دارید، داره خطرناک میزنه، راهشو داره هموار میکنه برای یک حرکت صعودی در آینده، نه در الان. اما این
یکی از در واقع گره این یک زیرو تریگر کندل اینجا و اینم که حد درده بود دیگه و آخرین در واقع کندل رنگ مخالف. خب بازار این گره ما که در تایم تریگر داریم توی دل اون پیوت میبینیم، این گره FTCه و این برگشتی که داریم به سمت FTC مون ریترن تو پیوته. این برگشت ریترن تو پیوت اسمشه و داره در واقع برمیگرده به سمت FTCه و این هم داستان گره معاملاتی، برگشتی که در واقع به سمتش هستش و الان بازار اومد و FTC رو اینگولف کرد و ببخشید ریترن تو پیوت رو اینگولف کرد و زمانی که ریترن تو پیوت اینگولف میشه در آینده که این قیمت انشالله تعالی مثلا میاد پایین. و چرا انشالله تعالی میاد پایین؟ چون اونجا که ما تاختی رفتیم و تاختی برگشتیم، رفتیم یه دونه بای روی سمت مخالفش زدیم و این هم بحث در واقع آقازاده چی برگشت ها و پیوت ها و ناحیه و FTC و ریترن تو پیوت. و اما یه بحثی نمیدونم، بذارید اینو من اصلا اینجا یه گوشه یادداشت کنم و اون آخر بحث بگم، یه سری مطالب رو در خدمتتون باشیم. این که میخوام بگم اگه یادم رفت، میخوام راجع به اون ویدئویی که توی نت شیر شده بیایم یه دونه از این آقازاده های چی بود، مرورگر باز کنیم و چی رو سرچ کنیم، تریگر انگلیسی هست، تریگر پرایس اکشن. و شما تریگر پرایس اکشن رو که سرچ کنید، یه چیز خیلی جالبی که هستش، اولین ویدئویی که توی نت در واقع میاد و نمایش میده، نمیدونم دوستان اومدن اینو سرهمش کردن. جستجویی در دلم انداختی. خب داره اصلا کلا شعر و آواز میخونه، من خودم هم تازه شنیدم. خب این نمیدونم کی شعرش کرده و اگه احیانا یادم رفت اون آواز داره میخونه، کلا تمرکز من رو به هم زد، ببخشید. فکر میکنم مال آقای معتمدی با آقای شجریان، فکر میکنم مال شمسه. خب بگذارید اینم بعدا دوباره میذاریم که گروه گوش کنید. خب اگه یادم رفت بگید که مجددا راجع به این موضوع صحبت کنم. این بحث محاسبات در واقع نقطه FTC رو که واقعا یه شوخی بود در 2-3 سال گذشته، خیلی خیلی بولد شده، خیلی خیلی پررنگ شده و خیلی به چشم میاد ظاهرا و به چشم اومده و نمیدونم حالا چرا این همه بحث، همه رفتن دنبال چیزی که اصلا به نظر من اهمیت و ارزش نداره. و اما برگردیم سر بحث اصلیمون. خب بحث اصلیمون که ازش دور نیفتیم در مورد آقازاده بیس پیوت ها بود و اینکه به هر حال بیس پیوت ها اصلا چرا تشکیل میشن، کجا تشکیل میشن. شما زمانی که یک حرکت شارپ و با مومنتوم دارید، مثلا اینجا نفت هستش، یک حرکت داشتید، حالا به صورت تری درایو اومده و خودشو به یک گره معاملاتی رسونده. اینم اول گره، اینم آخر گره، این همون ناحیه. ببینید 1 2 3 4، همین که اولی که خودش در واقع نوع، حالا شادوش ذره زیاده ولی نوع تبصره‌ای میتونه باشه، 1 2 تا 3 تا کندل که توی یه تایمی تشکیل شد، شما بیس پیوت دارید و زمانی که شما بیس پیوت رو دارید در رسیده در واقع به یه سطح، به یه گره‌ای، میتونید چیکار کنید؟ همون موقع برید در تایم تریگرش. خب این مطمئنه اینجا 3 تاست دیگه، توی تایم بالا نیستش و توی دیلی دارید بیس پیوت میبینید. در ویدیوهای قبلی عرض کردم که این سطح پایین رو میتونید چیکار کنید؟ در یک تایم فریم پایین تر بررسی کنید، یعنی اینکه برید در تایم 4 ساعته. خب یه بحثی که گفتیم یک سطح
بیرونی دارن، یک سطح داخلی دارن. ببینید این سطح بیرونی که مشترک شادوها و در واقع ببخشید مشترک بادی ها، اوپن کلوز ها و شادوها هستش، میشه سطح بیرونی که بهش سطح پیوتی میگفتیم. این هم سطح داخلی پیوت ها که همون بیس ها که همون FTC هستش و باید یک تناسبی بین این شادوها و این مشترک اوپن کلوز ها باشه. اگه نباشه شما باید یه مقدارش رو به عنوان نویز در نظر بگیرید و این محدوده رو با همدیگه متناسبش کنید. خب الان میخواد برید در تایم فریم 4 ساعته، هیچ ایرادی نداره که شما به تایم فریم 1 ساعته هم تشریف ببرید. کجا؟ ببینید این که دارم میگم، شما 1 2 تا 3 تا زمانی که این 3 تا کندل اینجا اتفاق افتاد که کلوزش میشه در واقع این میشه اوپن اون یکی، اینجا اتفاق افتاد، شما میتونید بیس رو تشخیص دادید. الان میتونید برید در تایم های پایین تر چه کار کنید. اینجا ببینید یک گره معاملاتی دارید. روی این گره معاملاتی شما از قبل میتونستید اینجا بیاید بای کنید، اون گره معاملاتی بالا رو میتونید سل کنید تا زمانی که شکسته نشده. این داستان دیگه ادامه داره و یه زمانی هستش که شما از تریگر لاین استفاده کنید. مثلا این تریگر لاین رو استفاده میکنید و این تریگر لاین رو ترسیم میکنید. ببینید بریکوتی که همزمان مأموریت شکستش انجام شده دیگه، خب ارزش ترید نداره. کجا؟ این بالا، این ناحیه که اینجا شکسته شده دیگه ارزش ترید در برگشت رو گفتیم نداره. این بالا درایو 1 درایو 2 درایو 3 زده شده و توی درایورهای 1 و 2 و 3 میتونید بیاید چیکار کنید؟ میتونید بیاید اینجا مجددا در این ناحیه کمک بگیرید با این کندل خودپوشاننده. ببینید من دیگه کم کم دارم میرم به سمت این که هر اون چرا که در تمام این 20 و چند جلسه با هم دیگه بودیم رو سرهم کنیم و بتونیم تصمیم بگیریم. شما میخواید تریدری بشید که اصولش بر اساس رفتارشناسیه، پس دیگه یه ستاپ ندارید که اینجا یه دونه چه میدونم مثلا کندل این اومده اینگولفینگ شده، 1 و 2 و 3 و 4 و 10 تا کندل رو پوشش داده. حالا باید چی بشه؟ حالا در دفعه بعد این اینگولفینگه مثلا 50% یا این سطح FTCش مهمه، بازار میاد سطح FTCش رو اینگولف میکنه، یه برگشت کوچولو و فاتحه و صلوات میشه. اصلا ایراد نداره. شما میخواید ترید کنید، چشاتون رو ببندید روی تمام پیوت ها ترید کنید، اما ریسک به ریوارد رو باید رعایت کنید. اما باید توان و تحمل این که قیمت به تارگت های حداقل چه میدونم 3 و 7 و 15 شما برسه رو داشته باشید. یه دونه حرکت، یه دونه پیوت، قیمت اومده کجا رو دیده؟ سطح داخلی پیوت رو دیده. چرا سطح داخلی پیوت یا سطح FTC پیوت یا سطح داخلی بیس برای ما مهمه؟ برای اینکه اگر اینجا این پیوت رو گردانندگان مثلا بازار، چرا مثلا گردانندگان؟ چون بازار دست همه هستش و هیچ کسی بازار رو نمیگردونه. یک اصطلاح هستش که انشالله در آینده در موردشون صحبت خواهیم کرد. اگر اینجا اونایی که اومدن سلر بودن و سل کردن و نمیدونم سر بایرها رو کلاه گذاشتن، هر داستانی که اتفاق افتاده، کپسی که اینجا اتفاق افتاده، این پیوتی که اینجا اتفاق افتاده، اگر ورود سلرها باشه استاپشون کجاست؟ استاپشون یا الله، استاپشون این بالاست و از ورودشون چیکار میکنن؟ از ورودشون محافظت میکنن و اجازه نمیدن که این سبزه اینم قرمزه، مثلا خانوادی قرمز، حالا این یکی، خب اجازه نمیدن که قیمت بیاد و به این سطحشون برسه. اینجا دوباره مجددا یک پیوت، مجددا یک اینگولفینگ، مجددا یک کندلی که اومده کندل های ما قبل خودشو پوشش داده، یا اینکه حداقل به اندازه 1/3 یا همون ضریب گام حرکتیه که چون یه سریا دارن مصادرهش میکنن. ببینید یک زمانی که مثلا نعوذ بالله، مقایسه نیست، الیوت اومد و
راجب حرکت و نمیدونم 1 و 2 و 3 حالا اون دیدگاه های چه میدونم داوود حالا هر کس دیگر رو اومد و گسترشش داد و نسبت هایی که الان استفاده کرده یا اون موقع مثلا چه میدونم استفاده کرده که مثلا موج 3 نمیدونم اکستند شده نمیدونم 161 و 8 دهم نمیدونم موج مثلا فلان هستش. خب از چی استفاده کرده؟ از فیبوناچی و نسبت‌های فیبوناچی استفاده کرده. ما هم داریم از اون نسبت‌ها با یک در واقع از اون ابزاره داریم استفاده می‌کنیم. مثلا ما اصلا از فیبوناچی استفاده نمی‌کنیم. حالا چون داریم از این ابزار فیبویی که توی متا هست داریم استفاده می‌کنیم، اون یکی که تقسیم کردیم و شد چی؟ شد این 3 3 3 الی آخر. اون سمت مخالفش هم که شد چی؟ شد بگید شد 0 - 6 6 که همون 33 از اون ور داستان هستش و این آقازاده 1 و 3 این همون -66 هستش که در جلسه اول فرمول توان حرکتی برای به دست آوردن میزان توان حرکتی ازش استفاده کردیم. و خب حالا چه اتفاقی میفته؟ داریم از این آقازاده استفاده میکنیم و به احترامش چه میدونم اسم اینو از این بعد اون فیبو بود، چون داریم ازش استفاده میکنیم مثلا اسمشو میذاریم شیبو مثلا. خب و اینم بذارید اسمشو تیبو مثلا. خب تیبا نه ها، بعدن چیز میاد شکایت میکنه از دستمون. چی بود این ایران خودرو؟ نه اون یه دونه بود، سایپا بود، نمیدونم چی بود. خب برگردیم به بحث پشتیبانی از این آقازاده پیوتی که اینجا هستش و شما FTC که دارید، این FTC هم چون اونجا اگه خاطرتون باشه گفتم توی جلسه اول 3 حرکت و 1 برگشتی که داشتیم اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ قیمت برمیگرده به لول همون نسبت -66ش، این بالاییه 66ش و محافظت میکنن. این آخرین توان و زور چی هستش؟ اون حرکت و اون گام هستش و میاد پشتیبانی میکنن. دوباره میاد ببینید باز هم پشتیبانی میکنن و وقتی گفتیم که بازار داره درایور میزنه 1 و 2 و 3 داره میزنه و از درایو 3 برمیگرده داره تسویه میکنه و برمیگرده، دیگه اون موقع حتی شاید منشأ حرکت چی باشه؟ اهمیت نداشته باشه و بیاد بریکوتش کنه. اما زمانی که شما یه منشأ حرکت داشتید و بریکوت میشد، سطح فیلیپ به شما میداد. این هم سطح فیلیپ، این هم گره، این هم مجددا ترید، مجددا ترید 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 تا کجا؟ تا همین جایی که الان قیمت اومده. ببینید شما اونا رو هم اگه ندونید و از اونا هم استفاده نمی کنید، یه بار جدیدی ملخک، 2 بار جدیدی و اون 3 تفی که شد میاد چه اتفاقی میفته؟ شما یک ناحیه دارید که گفتیم مادامی که قیمت از یک سمتی شکسته نشده توی بحث بیس پیوت ها، ما مجاز هستیم که در پایین بای، در بالا سل، با استاپ هانتر بالا سل، با استاپ هانتر پایین بای و اگه دیگه بریکوت شد اون موقع دیگه بیایم چیکار کنیم؟ سمت مخالفی که در واقع به اون سمتی که شکسته شده بیایم وارد بازار بشیم. پس تا اطلاع ثانوی این آقازاده بیسه و تا اینجا این گلف نشه حالا انتظار همون تحلیلی هستش که از قبل خدمت شما ارائه کرده بودیم و برف پارو میکنیم. این هم 1 و 2 و 3 اینا رو دارم عمدن امروز میگم چون یه اتفاق شیرینی برای من افتاده و تازه فهمیدم که بچه چاله میدون هستم و الان بعضی هم میگن بابا بودی خودت خبر نداشتی. خب این هم بحث بیس پیوت ها و شکست سمت مخالفش. و اما موضوع اصلی اصلا این بودش که این بیس ها کجا تشکیل میشن و چرا تشکیل میشن، یادم رفت بگم. و ببینید وقتی قیمت میاد و به یک سطحی، به یک گره معاملاتی، به یک حمایتی، به یک مقاومتی میرسه، خب
اونجا مطمئنا یک دیدگاهی وجود داره. این دیدگاه یا باید جمع‌آوری سفارشات بشه در راستایی که میخواد مثلا حرکت کنه، یا باید چیکار کنه، یا باید پاکسازی سفارشات بشه و در اون سمت برکوت کنه و حرکت کنه. این ماندگاری باید، میزان ماندگاری باید تناسب داشته باشه با سطحی که گره‌ای که قیمت بهش رسیده و زمانهایی هستش که توی بحث عرضه و تقاضا که انشالله توی آینده صحبت میکنیم، اینکه گره ها زمان ماندگاریشون زیاد میشه. مثل اینجا اگه این قیمت بیاد و این سطح رو برکوت کنه، فرصت کافی در اختیار همه بوده. اونایی که دیگه شوت میزنن که اونا رو دیگه جز نفرات حساب نکنید دیگه. اونا که اصلا اومدن برای اینکه پولشون اینجا بدهکاری داشتن، حالا هر چی بوده اومدن مثلا چه میدونم بدهکاریشون، اداشون، چون قرضاشون رو ادا کنن و برن. ما با اونا کار نداریم و در مورد اونا صحبت نمی کنیم. و اینکه اکثریت اینجا اون زمان لازم رو داشتن تا تصمیم بگیرن. در جاهایی که این اتفاقها میفته انشالله در آینده صحبت میکنیم، اون زمان ماندگاری یکی از سوالهای همین چند روز پیش بود و صبر کردیم که تا تمام سوالهای مربوط به برکوت ها تموم بشه تا پیوت ها رو بگیم، چون دیگه پیوت ها هم به نوعی گفتم همون برکوت ها هستش. بررسی شکست در تایم تریگر میشه بحث پیوت ها و این درجا زدن باید تناسب داشته باشه با همون بحث آغازاری تایم های فرکتالی. یعنی اینکه نهایتش اینکه شما به اندازه 1 یا 2 تایم بالا اونجا بتونید درجا زدن داشته باشید. توی بحث پیوت ها اگه خاطرتون باشه گفتیم مثلا اگه یه سطحی داشته باشیم و قیمت بیاد به سطح برسه، خب یک کندل که اومده بهش رسیده، یک کندل هم که میتونه حداقل مثلا درجا بزنه، یک کندل هم که برگرده مثلا پیوت بشه، حداقل مثلا اگه این دیلی باشه حداقل 3 روز اونجاست دیگه. حالا اگه 2 تا درجا بزنه میشه 1 هفته. یعنی مجاز هستش که قیمت به اندازه تایم بالا و حتی بالاتر اونجا بمونه، ولی اگه حتی تایم بالاتر بشه این ماندگاری انقدر زیاد میشه به راحتی اونجاها اتفاقهای چی میفته؟ اتفاقای کپساین پرایس میفته، کلاه گذاشتن سر قیمت، یا قیمت سرش کلاه رفته، یا اینکه مردم سرشون کلاه میره، تریدرها سرشون کلاه میره. یه بحثی که توی جلسه های دوره 96 صحبت کردیم و دیگه فکر می‌کنم خارج از بحث و حوصله باشه و جاهای دیگه هم هستش بحث و میتونید برید راجع به کپساین پرایس ها یا همین الگوهایی که در خدمت شما هستیم. اما موضوع اصلی کپساین پرایس اینه که وقتی که اتفاق افتاد و بازار اومدی مثلا رفت بالا و اینجا رو درجا زد و برگشت اومدیم پایین، بگیم نگاه کن کپساین پرایس شد، خب این چه فایده ای داره؟ مرد اون است که چیکار کنه؟ کپساین پرایس و یا الگوهای برگشتی عرضه و تقاضا رو، یا اینکه رالی بیس دراپ یا دراپ بیس رالی رو که از این بعد به اختصار کپس میگیم، بتونه در لحظه تشخیص بده. و اما اینکه در مورد این لحظه در واقع تشکیل و تشخیص، من خودم به شخصه توی بحث بیس پیوت ها یه ستاپ دارم. همین امروز اگه اشتباه نکنم توی همین بحث آقازادی طلا و تحلیلی که حالا وجود داشت، یه دونه کندل، 2 تا کندل و 3 تا کندل. 3 تا کندل درجا زد و زمانی که 3 تا کندل اومد نتونست بالاتر از های و لو خودش بیاد و ترید کنه، اون موقع شما میتونید چیکار کنید؟ اون موقع شما میتونید یک استراتژی رو بر اساس همین بیس پیوت ها داشته باشید و توی بحث بیس پیوت ها یکی از تکنیک هایی که معمولا میگه که دیگه توی تایم بالا مطمئنا دیده نمیشه، شما در یک روبه دارید میرید توی بحث ترید کردن، ببینید سطحی که دارید و قیمت میاد اینجایید، میاد لول شما رو استاپ هانتر میکنه و توی تایم تریگر هستید، قیمت این کندل بالاتر از این سطح
کلوز کرده و زمانی که قیمت میاد و زیر همین کندل در واقع ترید به روش ستاپ استاپ هانتری که در خدمت شما بودیم میشه محل ورود. یا اینکه نه مثلا از تریگر لاین ترسیم میکنید، استفاده میکنید، ترسیم میکنید، بازم میشه همین صد برکود پول بک مثلا محل ترید. ولی وقتی اینجا دارید دیگه ترید میکنید یه فاصله حالا بالای این کندل یکی از روش های استاپ گذاشتن 20 تقریبا 6 پپ 23 پپ که به صورت کلاسیک. ولی اگه میخواید بیاد اینجا ترید کنید و این اون زیرو تریگر کندل و انتهای این کندل 4 پپ بالاتر از این ببینید اومد و استاپ شما رو زد. یک بار اگه مطابق گفتیم با اصول و قواعد و قوانین ترید کردید و استاپ شما زده شد، ناامید نشید و اون بحث های روانشناسی که قبلا در موردشون صحبت کردیم. خب این میشه ورود شما. اما من خودم اینجا سل نکردم، مثلا رو طلا ترید نمی کنم و جزء ستاپ های ترید من نیست و توی اون پلن اون سیستم معاملاتی من نوشته نشده. در خانه اگر کس است اون موقع گفتیم پیوت بس است. حالا در خانه اگر تریدر است و یه دونه جفت ارز کفایت میکنه. اما دیدگاهی که داشتیم و صحبت کردیم گفتیم که من خودم مثلا به شخصه تمایل دارم که استاپ هانتر ساز مخالفش رو بگیرم، تحلیلی که یک در واقع ناحیه یک بیس و بیس 17 تایی و 3 تا واحد حرکت، 1 واحد برگشت و 5 تا واحد حرکت، 2 تا واحد برگشت. من خودم به شخصه این ناحیه‌ای که اینجا قیمت اومده و بهش رسیده رو بیشتر برای ترید کردن و تمایلم نسبت به ادامه دهنده ها نیست. یه بنده خدایی میومد میگفتش که توی یه گروهی شما که تمام تریدهایی که دارید میگیرید تریدهای اصلاحی و برگشتی هستش، این چه داستانیه؟ خب من دارم اصلاحی و برگشتی میگیرم، شما بیاید ادب از کام موختید. چاله میدانی شد از بی ادبان و سعدی هم همشهری ما بوده تو چاله میدان بوده و این هم بحث برگشت و ناحیه‌ای که شما میتونید به صورت استاپ هانتری حالا میخواد بیاد ترید کنید. چجوری باید استاپ هانتری ترید کنید؟ اینا رو بپاکم و این هم دلیت و هیچی از خانه خدا هم پاکتر شد. ببینید این اون ناحیه‌ای هستش که انتهای سطحه و شما میرید در تایم پایین، در تایم تریگری که هستش، این اون کندل شارپ هستش. تازه اگه بخواد برگرده بازار بیاد اینجا رو اینگولف کنه، اون موقع یک حرکت شارپ رو اینگولف کرده، یک حرکت شارپی که در تایم تریگر به سمت ناحیه بوده. شما یک در واقع حرکت اولیه داشتید، یک واکنش داشتید، یک پیوت تسویه‌ای داشتید که مجاز هستید الان بیاید مثلا اینجا رو چیکار کنید؟ به بایی که با استاپ، یعنی اگه استاپ نذاری همین الان لفت بدید از تمام مثلا دنیا برید. خب 26 پپ 36 پپ و 24 پپ 36 باید اینجاها 40 تا تایم 4 ساعته و یه دونه در واقع تریدی هستش که حداقل دیگه 3 تا حالا تقریبا مثلا 4 تا 12 تا 100 پپ دیگه بهش فرصت بفرمایید. اینم 100 پپ میاد میرسه به این حرکت اولی و این احتمال هم وجود داره که این حرکت تبدیل به درایور بشه. اما من اعتقادم اینه چون در تایم های بالاتر اینجاها بود که امروز اینو برای یه نفر خط خطی کردم و براش فرستادم، یه گره معاملاتی دارید، یه سطحی بوده. ببینید یه سوالی توی گروه یکی از دوستان گفتن که خط کانالمون شکسته شده. ببینید دوستان این خودش کاناله، این اگه سعودیه این بالایی خط کاناله، اینا رو که دیگه جانم اذیت نکنید دیگه. این پایینی خط رونده. گفتیم خطوط کانال اگه شکسته بشه با اون شرط 1 2 3 اگه شکسته بشه، یعنی شما یه دونه 1 دارید و یه دونه 2 دارید و الان قیمت بیاد و
این ببین سطح رو شکسته، بعداً هدف میشه اینجایی که وقتی اینو شما بخواید ترید کنید میشه هدفش، و هدف بعدی به اندازه طولش به سمت بالا. اما خطوط کانال گفتیم به همون اندازه در واقع مقید نیستش که خط روند مقیده. حالا اگه یه زمانی شما رسیده به هدف و داره برمیگرده، توی برگشت گفتیم این سطح میانی هم مهم بود دیگه. خب وقتی میگیم مهمه پس اینجا جای بایه. اگه ایراد داره، اشکال داره، چه میدونم اگه استاپ میخوریم 10%، 15%، نمیدونم از 100% وین ریتر رو دارم میگم، هیچ ایرادی دیگه نداره و این یکی از اون نواحی محل بای کردنه. شما یه دونه حرکت 1 2 3 هم اینجا دارید که قیمت این اون امتداد اون خط، این خط هستش و خودش رو رسونده به هدف. پس در دفعه بعدی که قیمت داره میاد، این باکسه، این آقازاده باکسی که اینجا هستش میشه یه ناحیه‌ای که شما میتونید مجدداً به بای فکر کنید، این و این. خب اما تایم های سگانه هستید. در تایم های سگانه گفتیم شما میتونید بیاید و به سمت ناحیه ترید کنید برای اینکه ارزش داره و این هم آقازاده قیمت امروز هم که توان 90 دیلی 201 ATRش 160 خوردی و رفته و از توانش هم بیشتر حرکت کرده. به هر حال ناحیه‌ای که شما دارید برای اینکه بخواید بیاید در تایم های پایین به چی فکر کنید؟ به بای فکر کنید. حالا میخواد چه جوری به بای فکر کنید؟ اوردر ست کنید، تریگر بگیرید، تریگر کندلی بگیرید، تریگر پترنی بگیرید، نمیدونم و همه داستانهایی که از قبل صحبت کردیم به قوت خودش باقی هستش و استاپ لاس و تارگت و نمیدونم 1 و 3 و 7 و 15 و اینا هم همه چیز در سبک تریگر پرایس اکشن به قوت خودش بر اساس توان حرکتی باقی هستش و این هم توی بحث ترید کردن و استفاده استاپ هانتری از بیس ها و از بحث ترید در لحظه و استاپ هانتر که بگذریم، توی بحث الگوهای چی بود آقازادیه، رالی، بیس، دراپ و معکوسش که گفتیم بگیم کپس، یه سطحی توی بحث بیس ها بودش. ببینید این قیمت داره ادامه حرکت میده. حالا اون دوستایی که سوال میکنن که مثلا FTC یعنی چی، این قیمت داره حرکت میکنه و خودشون میرسونه به یه سطحی. البته من خودم توی این سطح که اومده بود اینجا به خاطر تعداد دفعات برخوردی که داشت دیدگاه این داشتم که احتمالاً یک رالی بیس رالی اتفاق بیفته. نیفتاد، هیچ ایرادی نداره. برای چی؟ برای اینکه وقتی قیمت میاد و این سطح رو برکوت میکنه، این سطح رو میشکنه، اون موقع من در یک تایم پایین تر، در یک لول پایین تر به چی فکر میکنم؟ به بای فکر میکنم و انتظار دارم که قیمت مثلا یه لول بیاد پایین تر و در این لول پایین تر اینجا و این یکی بیام به بای فکر کنم و بازار همینجوری داره کله کرده، داره میره پایین و من اینجا میام یه دونه بای میگیرم مثلا تا اینجا چقدر؟ 80 پپ و بازار مثلا 80 پپ رو مثلا میگیرم، من ترید نمی کنم و اینجا 200 پپ میریزه. خب این سیستم منه، این سیستم شماست، اون یکی سیستم یکی دیگه هستش و کاری به کار سیستم ها و روش ترید دیگران نداریم و نداشته باشید. حتی اگر سبک تحلیلی و تریدتون یکی هستش، سبک ورودهاتون و ستاپاتون میتونه متفاوت باشه، هم سلر سود داره میکنه هم بایر. این در واقع 2 تا 3 تا ترید میکنه به اون سود میرسه، اون یه دونه ترید میکنه، این وقت بیشتری داره اون وقت کمتری داره، این تایمش فرق میکنه، اون یه دونه چه میدونم توی یه تایم دیگه هستش و الی آخر. پس این شد ترید در لحظه و این سطحی که اینجا داره برکوت میکنه، این جایی که داره اتفاق میفته کی ما متوجه میشیم؟ ببینید ادامه میخواست بده دیگه، وقتی میاد و سطح مخالف رو برکوت میکنه، میشکنه، یعنی اینکه چی هستش؟ ناتوان هستش از ادامه حرکت. اینجا با شکستش تمام اون
چیزایی که ما توی ذهنمون ریسیده بودیم و رشته بودیم همه پنبه میشه و بازار ناتوان میشه از ادامه حرکت. حالا شما دیگه زبانتون خوبه، برید مثلا ترجمه کنید چی failure to continuation یا continue یا یه چیزی تو این مایه ها و میشه این گرهه میشه FTC و حالا دیگه برگشت به سمتش و همه مسائلی که در موردشون صحبت کردیم. پس یه دونه ترید لحظه لایو و یه دونه ترید لحظه آینده که قیمت میخواد بیاد و بهش برسه. من همینجوری دونه دونه دارم اینا رو میرم جلو و اینم که داو جونز، حالا اگه درست تلفظ کنم USC، سر همین قضیه من زبان فکر میکنم پیش بود اگه اشتباه نکنم رو نزدیک بود بیفتم. اونایی که ریدینگ اگه خاطرشون باشه در زمان عهد دقیانوس یه دونه این اسبه رو اومده بود اونجا توضیح داده بود، همینی که بردن یونانیا گذاشتن تو اون قلعه از اون داستان ها. و مثلا من گفتم مثلا حالا انگلیسیشو داشتم میگفتم، مثلا رسیدم به عدده، بعد گفتم که مثلا این 1000 و مثلا 900 و فلان. گفت یعنی چی 1900 فلان؟ مثلا نمیدونم 100 نمیدونم 1000 نمیدونم فلان 9000 از این داستان ها. و فکر کرد که مثلا من مسخره کردم، نمیدونست که من اصلا کلا زبان از بیخ عرب هستم. و اما بفرمایید مجددا حضرت بیس پیوت. و حالا ببینید دیدگاه من این هستش که بازار در یک حرکت 1 2 3 تا اینجاها خاطرتون اون هفته مدام سل می کردم و دقیقا زمانی که قیمت اومد این کندل رو زد، خروج از تمام سل ها و میشه بای. و اون هفته دیدگاه این بود که احتمال شکست وجود داره بیاد پایین تر، ولی این اتفاق نیفتاد. تمام اونایی که با ما توی اون گروهی که الان در واقع شده گروه مشتریان اوربکس اونجا هستن، کلاینت های قدیم، و اونجا گفتیم کلن خروج و تازه همه رو با سود خارج شدیم. البته تست خودتون میدونید، من اون سری گفتم، این سری هم دارم باز تاکید میکنم، دارم رفتار این آقازاده شاخص نمیدونم داو جونز چیه دارم زیر نظر میگیرم ببینم چه جوری هستش. و خب الان انتظار مثلا یه برگشت، رسیدم باز به همون خطوط مورب و اون خطوط روند و کانال و ادامه حرکت. دیدگاه من حالا ممکنه اینجا چیکار کنه، یه دونه 4 اینجوری خیلی مثلا به صورت با ماندگاری بیشتر یک 4 خسته کننده، یک حرکت خسته اینجا بزنه و ادامه حرکت. و به هر حال این هم که بیسش یه دونه بریم اون ورتر، این آقازاده ایندکس و دیدگاهی که در واقع وجود داره قیمت به این گره برسه، چه بخواد استاپ بده چه نده. البته این برای من نو ترید هستش و میتونه یک محلی باشه برای یک برگشت، یه پیوت میشه. ببینید روابط حرکتی بین پیوت ها و یه پیوت میشه وقتی شما انتظار این خط خطی ها رو چجوری انجام میدیم، به همین راحتی. گره یه پیوت میشه وقتی شما یه پیوت دارید، قیمت از یک سطحی باید برگرده و ریترن تو پیوت بزنه و فکر میکنیم، فرض میکنیم که از این سطح نکلاینه میخواد برگرده که برکوت کرده و داره میره. میاد چیکار میکنه؟ میاد از اینجا برمیگرده مثلا تا اینجا، حالا یا از این بالا یا از اینجا برگرده به این سمت و الان داره ریترن تو پیوت میزنه. این ریترن تو پیوتی که به اینجا برسه، یک پیوت هم این پایین از تایم پایین تر تشکیل شده، پس بازار یک برگشت داره. این ریترن رو اگر حرکت و فشار اینجا باشه میشکنه به سمت پایین و این احتمال هم وجود داره که اینجا رو چیکار کنه؟ برگرده به سمت بالا. خب ببینید شما تمام حرکت ها و دیدگاه ها رو آوردید و ترسیم کردید، دیگه سویچ کردن بین یا باید بر اساس یکیش بیاد ترید کنید، بگید که مثلا من آقا من طلا رو چون تایم بالا مثلا چه می‌دونم اون اتفاق افتاده من بایرم، و یا اینکه وقتی دارید 2 تا دیدگاه نگاه میکنید باید بتونید قدرت سویچ کردن داشته باشید.
اگه من نوعی مثلا اینجا دیدگاه داشتم توی هفته های قبل که یک ریزش، یک برگشت و یک ریزش دیگه تا این پایین، وقتی اومده اینجا رو شکسته یعنی دیگه شکسته دیگه. اگه همچنان سرمو بذارم رو دیوار و فشار بدم، اون موقع داستان میشه چی؟ مثل بحث قورباغه میشه که میپزم ولی متوجه نمیشم. به محض که احساس خطر اونجایی که دیگه مشخص میشه باید بیای بیرون و باید جای استاپ لاس جایی باید بیای بیرون که دیگه همه امیدها ناامید شده و سمت مخالف بازار داره حرکت میکنه. این هم ظاهرا که اینجوری معلومه، ببینید یه دونه بیس اینجاها داره برای تایم بالاتر، یه دونه کندل، دوتا کندل، سه تا کندل. سومین کندل که زده شد شما چیکار میکنید؟ میرید در تایم پایینتر، میرید در تایم پایینتر، دو تا تایم پایینتر و اینجا هستش یک برگشت، دوباره یک نزول، دوباره یک برگشت و وقتی بیس هستش توی بیس ها گفتیم که شناسایی قبل از چی بود؟ وقوع بود. داره یه دونه باکس برای من پیدا کنید. آها اینجاست. و زمانی که داره این اتفاق میفته، بعد از این اتفاق رو دیگه الان بگیم که اون بالا یک ناحیه ساید بوده، نمیدونم یه مستطیل بوده، دیگه فایده ای نداره. خیلی خیلی دیر بخواید اقدام کنید برای این که وارد پوزیشن چی بشید، فروش بشید، دیگه اینجاست. و زودتره کجا بود؟ این یکی. اینجا کجا بود؟ گره FTC این آقازادی تایمی که اینجا این کندل. ببینید همه چیز در کنار همدیگه داره به یه بحثی اشاره میکنه. اما شما میایید اینجا الان چیکار میکنید؟ میگه این سطح هم که شکسته، پس این داره برمیگرده چیکار کنه؟ پول بک کنه به این سطح. تمام دغدغه های یک تحلیلگر پول بک کنه. این از اینجا بخواد پول بک کنه تا اینجا چقدره؟ 35 تا 35 تا. من تو کدوم تایمم؟ اینجا. و استاپ لاسم چقدره؟ سنگ به ترکه 11 و اینجوری 2 تا. و شما داری اینجا روی این حد درده، اینجاها ببین یه درایور، دو درایور، سه درایور، نه این شکسته، داری ترید میکنی. یه دونه استاپ ببین 11 تقریبا داری اینجاها رو نشون میده. 11 تا به 33 تا رو که دیگه باید حداقل به اندازه اون تایم بالاه چیکار کنید؟ طاقت بیارید تا قیمت بیاد و حرکتش انجام بده. دوباره از این ور حالا میتونید دو طرف ترید کنید، میتونید بر اساس دیدگاهی که دارید ترید کنید. و گفتیم اینجا رو بودیم که زمانی که یک ببینید حرکت شارپ رفت، شارپ برگشت دارید، این نگاه کنید یه زیرو محل ترید، این بالا هم یه دونه زیرو محل ترید. و مستطیل ها زمانی که میخوان بیان کپس تشکیل بدن، زمانی که میخوان بیان باکسشون رو بشکنن، گفتیم در اکثر اوقات از کجا واکنش نشون میدن؟ از مرکزش واکنش نشون میدن، از مرکز باکس برمیگردن و میان ادامه حرکت رو دارن. همین موضوع رو من فکر میکنم یه جایی تو اینجاها باید دوباره یه دونه دیگه آیوزی داشته باشم برای اینکه خط خطی کردم. اینجاست. ببینید یک ناحیه، یک سطح، یک در واقع بیس پیوت، دو تا دیدگاه، شکست به سمت بالا این اتفاق، شکست به سمت پایین این اتفاق، همه ترسیم شده، همه مشخص و دیگه بقیهش انتظار این که قیمت بخواد بیاد چیکار کنه؟ خودش رو به یک سطحی برسونه، یک گره معاملاتی، یک سطحی و قیمت برمیگرده، درایور میزنه، شروع به حرکت میکنه. اینو که دیگه سیگنالش همونجا لایو خدمت همه ارائه کردیم. و رسیدن به این سطح اینجاها کم کم باید به فکر چی باشیم؟ به فکر یک برگشت باشیم. این برگشت حتی اگه بخواد این پیوتی که اینجا تشکیل داده یک ریترن تو پیوت باشه به ناحیه FTC. و در آینده یه بحثی توی بحث FTC ها هستش، توی بحث گره های معاملاتی و پیوت ها هستش. من یه جای خوبی رو اگه پیدا کنم بتونم در مورد اون بحث صحبت کنم. و اون یک واحد برگشت اینگولف کردن گره پیش رو هستش. خب اینم بذاریم
توی بحث QM ها با عرضه شما صحبت کنیم و اما دنبال یه موضوع جدید بگردم که حداقل متناسب با پیوت ها باشه. اما اون یه موضوعی که میخوام بگم و الان میگید که کلن تمام این 20 خورده جلسه رو سر کار بودیم. ببینید شما اگه تحلیلگرید و بر اساس تحلیل میخواید ترید کنید یه داستانیه که میشناسید کدوم پیوت بر اساس اون رفتارها ساختارها پیوت ریورس هستش یا کدوم یکیشون پیوت پولبکیه یا پیوت تسویه هستش. اما توی حالت عادی بازار بدون اینکه هیچ کدوم از اینا رو در نظر بگیرید چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بریم سر وقت خط خطی کردن. اینجا بودیم، اینجا، و خط خطی کردن در مورد پیوت ها. ببینید اگه شما حرکتی که دارید قیمت میاد به یک سطح میرسه توی تایم پایین دارید نگاه میکنید یا بعضی وقتا در همون تایم دارید میبینید این پیوتی که اولین پیوت بعد از این حرکت شارپ داره اینجا اتفاق میفته و تشکیل میشه به خاطر که اون ماندگاریه رو داشته باشه، اون زمان لازم برای پر کردن سفارش در این ناحیه رو داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ قیمت گفتیم این اولیه چی ریورسه، نه اولیه تسویه هستش و این پیوت تسویه اینجا FTC داره، اما قیمت برمیگرده میاد این FTC رو با شما رد میکنه میره بالا. ببینید یک FTC دارید که قیمت داره برمیگرده، ریترن تو پیوت دارید به سمت FTC، ولی چیکار میکنه قیمت؟ میاد ازش رد میشه و حالا دفعه بعد داره برمیگرده. الان دوباره چیکار کرده؟ یه FTC دیگه تشکیل داده. این دفعه همزمان با اون یه دونه سطح خودکشی دارید اینجا و ناحیه‌ای که میتونید با قوت قلب بیشتری اینجا روی این پیوت، روی این FTC، روی این سطح خودکشی بیاید حساب باز کنید. ما همیشه یه سطح مخالف هم اینجا داریم که به آرایش حرکتی در واقع برگشت از این سطح هم نگاه میکنیم. اما اینجا شما درایو 2 دارید. اگه این حرکت اسپایک باشه که در جلسات آینده صحبت میکنیم، این اسپایک چه اتفاقی براش میفته؟ این اسپایک میاد و درایو 3 میزنه و طول این حرکت ها انشالله توی بحث اسپایک ها حالا میگم اونا رو بعدم میگیم، اما میخوایم FTC ها رو بگیم. این FTC اول فیل میشه. شما اگه یک زمانی یک بریکوت داشته باشید و میرید در تایمی که میخواید وارد بازار بشید، این برگشتی که اینجا دارید یک پیوت پولبکی هستش. حتی این پیوت پولبکی بعضی وقتا پیوت تایم پایین که به صورت برگشت کندلی دیده میشد، حتی شما وقتی اینو میبینید توی تایم پایین، حالا اینجاها رو مثلا پیوت پولبکی، حتی این هم که داره اینجا برمیگرده توی تایم اصلی که در واقع FTB تون هستش، یه پیوت داره. این پیوت یک FTC داره. در اکثر اوقات بازار بعد از شکست چیکار میکنه؟ میاد اینو میبینه یک برگشت کوچیک داره و این FTC رو هم بریکوت میکنه و ادامه حرکت میده. پس یه دونه FTC که پولبکی بود فاتحه و صلوات شد، یه دونه اینجا تسویه بود فاتحه و صلوات شد و تنها از یه مورد دیگه هم داشتیم که پیوت ریورس بود که این یه دونه جواب میده. ببین در حالت عادی شما میخواید اگه بیاید روی FTC پیوت ها ترید کنید، از هر 3 تا یه دونه داره جواب میده. یعنی اون 1 تقسیم بر 3 چقدر میشه؟ 333. یعنی 33% شما موفق هستید. اگر روی FTC ها یا قطع شد، اگر روی FTC ها چه اتفاقی میفته؟ اون نت قطع شد، تمام سیستم ما رو به هم زد. خب به این وزیر آقازاده دهه 60 هم داماد کیه رفته اونجا وزیر شده و بهشون سلام برسونید، بگید نت خاکستر قطع شد. دوباره الان میاد توی ویدیوهاش پاچه شما رو میگیره. اینم چاله میدانی تقدیم به اون نفر. و خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا این برگشت و ببینید این تنها پیوتی که
میخواد FTCش جواب بده، اون دوتای دیگه استاپ میخورن. پس اگر میخواید بیاید روی FTC ترید کنید باید ریسک به ریوارد های مناسبی رو بگیرید، چون دوتا دارید ضرر میکنید و یه دونه سود. یعنی یه چیزی هولوش وین ریت شما منفی 66%، منفی 70%. پس چه چیزی باید بیاد این ترید منفی 70% و 100 تا ترید میکنید، 66 تاش در حالت خوشبینانه مثلا 60%ش به استاپ میخوره. پس چه چیزی باید اینو بیاد پوشش بده؟ ریسک به ریوارد شما. و حالا میگید پس این به درد نمیخوره، من بیام اون دوتا دیگر رو ترید کنم. یعنی به سمت FTC ترید کنید. به سمت FTC ترید کنید باید بتونید یک گره مهمی رو پیدا کنید و به سمت FTC ترید کنید. بازم اینجا باید توی FTC بیای یه مقدارش رو خالی کنید. تریدرهای بانک ها یا اینکه دیدگاه تریدری بانک ها به چه صورت هستش، به اینکه اونو باید انشالله در آینده بهش برسید. یه مقالم فکر کنم تو همین زمینه جدیدن توی گروه و کانال بودش، ما که همه گروه ها و کانال ها دلیت آل. باز هم اعلام میکنم رسما هیچ گروه و هیچ کانال، هیچ صفحه مجازی و حتی سایتی که دوستای ادمین بالا آوردن هیچ ربطی دیگه به من نداره. همه چیز دلیت آل. اینها لطف دوستان هستش که به هر حال دارن این صفحه ها رو ایجاد کردن، دارن مطالب رو آرشیو میکنن، جمع آوری میکنن، ارائه میدن به هر دلیلی دیگه. خود دانه مثلا چند وقت پیش دیدم که یه بنده خدایی یه دونه گروه زده بود به اسم تریگر، نمیدونم مثلا چه یه حالا پسوندی داشت و اومده داره با یه بنده خدای دست به یکی کرده و یه جوی رو انداختن که مثلا ما چیز داریم، ما ویدیوهای تدریس خصوصی سعید خاکستر رو داریم و بیاید بهتون بفروشیم. دوستان عزیز، هیچ فرقی بین تدریس خصوصی، عمومی، نمیدونم حضوری، مجازی، هیچ چیزی وجود نداره. الکی سرتون گول نمالن، الکی سرتون شیره نمالن، الکی سرتون کلاه نذارن. همه چیز در همین ویدیوها گفته شده و اینم نیت. الان ادمینا میگن بیا همه رو دیگه از یه شمشیر برداشته همه رو از دم قلم میکنه و رد میشه. و این میشه بحث پیوت ها و سرتون گول نمالن. و حالا این پیوت رو میشناسید، اینو میشناسید، اینو میشناسید. میخواید اگه بیاید به سمت پیوت تسویه و پیوت پول بک به سمت FTC شون ترید کنید، باید چیکار کنید؟ باید این آقازادی چی اسمش، سطح روبرو رو پیدا کنید، این گره رو پیدا کنید و از اینجاها به سمت FTC ترید کنید. و توی FTC چون ببینید شما دیگه کلا کار ندارید که این پیوت چه نوع پیوتیه و به خاطر همین که نمیدونید این پیوت چه پیوتیه و دارید کلا ستاپی ترید میکنید، پس باید اینجا یه مقدارش رو مدیریت سرمایه کنید. به تمام اون روش هایی که گفتیم دیگه خودتون انتخاب کنید، چون احتمال داره از اینجا برگرده و این پیوت به خاطر اینکه دیگه نمیدونید کدومه و تحلیل نمی کنید. هر جای 3 واحد حرکت دارید و 1 واحد توان حرکتی برگشت دارید، گره مقابلش اینگلف شده نشده بهش کار ندارید، برکوت شده نشده، نمیدونم رسیده نرسیده، تسویه هست، ریورس هست، نمیدونم درایور هست، بهش کاری ندارید. میشه یه ستاپ ترید به همین راحتی و شما بیاید سمت مخالف ترید کنید. اما باز هم باید استاپ داشته باشید، باید تارگت داشته باشید، مدیریت ریسک و پوزیشن و سرمایه و همه اینا. و اون چیزی که گفتم فرق بین تریدر و تحلیلگر هستش، این رعایت کردن پلنه هستش که دیگه اونجا پلنی وجود نداره. اونجا 2 تا خط میکشه میگه اینجا مثلا چه میدونم صعودی یا اینجا نزولی. این هم یکی از اون دیدگاه هایی که وجود داره برای بحث کپ ساین پرایس، بحث پیوت، بحث FTC. اما یه نکته دیگه هم در این خصوص بگم، اون دیدگاه های حرکتی که شما ملزم هستید اگه بر اساس سبک رفتارشناسی حرکت ترید میکنید یه کاری رو انجام بدید. اون یه کاره چی هستش؟ یک کاره میرید توی چارت و اون یک کاره این هستش که شما باید بیاید یک در واقع نمیدونم مثلا جفت ارز و شاخص و حالا هر چیزی که دارید بیاید چیکارش کنید؟ بیاید و تا بالاترین
تایم ممکن برید بالاتر. این که تا بالاترین تایم ممکن میخواید برید بالاتر، من همه اینا رو دارم نگاه میکنم یه جای خط خطی نشده باشه که بتونم پیدا کنم. ولش کنم، بدونم یه دونه از این آقازاده های یارو USD و ببینید بالاترین تایم ممکن میرید و آخرین پیوت تشکیل شده رو چیکار میکنید؟ پیدا میکنید. حداقل 3 کندل در یک راستا داشتید و یک کندل معکوس که اومده بالاتر از کندل ماقبل خودش چیکار کرده؟ کلوز کرده. 200 پپ مانسلی 300 پپ. پس این کندله مثلا کندل استاندارد نیست و اما به صورت فرضی این کندل چقدر رفته بالاتر؟ 280 پپ. هنوز به 300 پپ نرسیده، اما به هر حال باز شما یک سطحی دارید، یک باشه کندلی دارید که اومده بالاتر از کندل ماقبل خودش کلوز کرده. ما این پیوت مانسلی هم نباشه مطمئنا 3 هفته‌ای هست، 2 هفته‌ای هست و شما باید چیکار کنید؟ سطحتون کجاست؟ ببینید دیدگاهتون چیه؟ یه پیوت تشکیل شده، پس قیمت احتیاج داره به یک ریترن تو پیوت. الان که قیمت احتیاج داره به ریترن تو پیوت، این سطح FTC کجاست؟ سطح FTC رو شما گفتم به انواع روش‌های داخلی و خارجی که بود، مثلا گفتیم که اینجا این سطح FTC از کلوز این کندل تا شادو این کندل. میتونید بیاید به اون روشی که خدمت شما قبلا عرض کردم، از کلوز این کندل به کلوز این کندل و سطح 50% رو به عنوان یک سطح در نظر بگیرید. میتونید بیاید چیکار کنید؟ میتونید بیاید یه دونه فیبوش ترسیم کنید و میتونید گفتیم مثلا بگیم فیبوش، بگیم شیبو، بیایم یه دونه شیبو ترسیم کنیم، بیایم اسمشو هر چی بذارید. گفتم اسمشو بذارید مثلا چه میدونم اون سری گفتم مادر شتر بود، آیشه بود، چی بود، طلحه و زبیر بود، چی بود، یا از هر چیزی دوست دارید بذارید و این میشه ناحیه‌ای که میخواید بیاید بر اساس اون از این کلوز تا این کلوز یه دونه آقازاده گام‌های حرکتی و 1/3 66% گام حرکتی ترسیم کنید و لول اصلی که ببینید روی این سطح هستش دقیقاً افتاده روی کلوز این ناحیه. اینجا توی دل این کندل، یعنی از اینجا که میشه کلوزش، اینا میشه اوپنش. توی مانسلی هستید، الان باید برید در تایم تریگر. در تایم تریگر دارید میایید، گفتیم ببینید تایم های سگانه، روابط حرکت بین پیوت ها، پس باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودش رو چیکار کنه. 50% این گره هستش، اون گره پایینی هم اینه. این که اینجا یه دفعه درید رو تست میکنید مثل من، بعد الان مثلا تحلیل میکنید، چون ماها عادت داریم دیگه، اول ترید میکنیم بعدن تحلیل میکنیم و میگیم نه پس اینجا خب روی این زیرو تریگر اینجا الان ترید کردیم ببندیم، بذار صدای تق کردن بستنش هم بیاد، اینم تق، خب بستم خیالم راحت شد و این میشه ناحیه و سطحی که میخواید یک بار تست کنید و اینم سطح دوم. شما یه دونه دبل تاپ دارید اینجا و انتظار دارید که قیمت حداقل به اندازه این دبل تاپ بیاد پایین بیاد. بفرمایید اینجا و میشه این گره‌ای که میخواید بیاید روش حساب معاملاتی باز کنید. آیا به سمت این گره ترید داشته باشی یا نداشته باشی؟ تایم سگانه هستش، مطمئناً باید ترید داشته باشی. یه خط روند دارید، برکوت میشه، پول بک میشه، کندل لانگ بار برکوت دارید 50%ش مثلا. آیا ترید کنم؟ ببین یک زمانی هستش مثلا مثل من ترید نمی کنید. چرا؟ چون یه طرفه ترید میکنید، میگید که کلن در جهت دیدگاه هم ترید میکنم. یک زمانی هم این کار رو نمی کنید و حرف منو گوش ندید و دو طرفه ترید کنید. به سمت چاله میدانی بگم؟ نه خیلی زشته، قابل پخش روی آنتن نیست و هرچند اون 914 به ما نسبت داد ولی شما زیاد جدی نگیرید و
بریم کجا؟ بریم سر بحث بیس پیوت ها. توی بحث بیس پیوت ها ویدیو خیلی زیاد شد و نزدیک به 1.5 ساعت فکر میکنم که البته صحبت های متفرقی توش نبود اصلا، من که همچی چیزی نشنیدم، اما این ناحیه و این گرهی که اینجا هستش به عنوان سطح FTC در واقع اون پیوت، روابط حرکتی بین پیوت ها و یادش بخیر سید موسوی میگفتش که آخرش ما نفهمیدیم که این FTC میخواد در واقع فیل بشه یا این FTC میخواد فیل بشه. یکیش فیل میشه چی کار داریم؟ از هر طرفی که رسید به FTC میایم ترید میکنیم، اما یک زمانی هستش که گره های ایجاد میشه که حرکت شارپ داریم. توی اون بحث SO4 ها اگه خاطرتون باشه یکی از اون ناحیه ها حرکت شارپ رفت و شارپ برگشت بود. این حرکت شارپ رفت شارپ برگشت هم اینجاها یک بیس داره، این هم یک کپساین پرایس هست و یک FTC داره. فقط این آقازادی FTCش ریترن تو پیوت نداره و پیوت هایی که ریترن تو پیوت ندارند یه مقدار گفتیم خطرناک میزنن، مثل جنگجویی هستش که سپر دفاعی نداره، مخصوصا اگر اینور حمله‌ای به سمتش بشه که این حمله چیکار کرده باشه؟ تجدید قوا کرده باشه، یعنی به صورت یک تسویه و جمع‌آوری همه سفارشات و برگرده. اون موقع به راحتی میتونه از این حرکت هم عبور کنه، چون یک پیوت بدون سپر دفاعی هستش. و توی بحث SO4 ها گفتم که برید روابط حرکتی بین در واقع بین کندل ها رو اونجا بررسی کنید. یه بحثی توی دبل تاپ ها و اون رابطه اعداد دوبی رو اگه خاطرتون باشه فکر میکنم یکی از همگروهی های شما لطف کردن و اون فایل رو اونجا انتشار دادن که به فرض مثال شما اینجا یه دونه حرکت دارید، یه لگ حرکتی دارید، این لگ حرکتی شما تعداد کندل هاش مثلا هستش یه چیزی هول و هوشه، حالا این 13 تا و وقتی 13 تا هستش یعنی شما باید انتظار چی رو داشته باشید؟ انتظار اینو داشته باشید که یک برگشتی داشته باشید هول و هوش مثلا 5 تا 8 تا و این برگشت شما 5 تاست و اون موقع زمانی که میخواد قیمت بیاد و استاپ هانتر کنه این بین این در واقع قله تا اون قله میتونه یه چیزی هول و هوشه، یعنی این حرکتی که از اینجا بره بالا و اینجا رو این البته استاپ هانتر نکرده، اینجا رو استاپ هانتر کنه و برگرده پایین یه چیزی هول و هوشه این فاصله مثلا عدد بعدی باشه. حالا این مثلا چقدر بود؟ 13 بود، اون 5 بود، اونم مثلا این باشه 9 تا به فرض مثلا، بشه 8 تا، بشه نمیدونم 10 تا 8 تا 9 تا و اون بحثی که گفتیم برید و تحقیق کنید و برای خودتون به عنوان یک حالا پروژه و توی این بحث باشه، جزء مباحث کلاسیکی هستش که هر جای سرچ کنید وجود داره و به هر حال دیگه احتیاجی به این نیستش که ما بیایم مسائل موجود در نت رو که وجود داره رو مجددا خدمت شما بگیم. پس اون اعداد و این روابط حرکتی استاپ هانتر و اون در واقع دبل تاپ و اینا همه سر جای خودش و به قوت خودش وجود داره که شما میتونید از این بحث توی آقازاده این چی بود اسمش کپس ها هم استفاده کنید و همچنین میتونید توی استاپ هانتر ازش استفاده کنید. و تنها موندش که من در مورد یک موضوع توی این جلسه صحبت کنم و همه شما رو به بهترین ها بسپارم و اون یک موضوع هم همون شوخی و همون ویدئویی بودش که توی نت از طرف حالا ما پخش شده، یه جایی نمیدونم به اسم نفتی نشید، نمیدونم یه جایی به اسم
غزل نمیدونم حالا چی و روش همینجوری صحبت شده. یکیش هم که اصلا روش صدا نیست و کلا صامت هستش اگه درست گفته باشم، و اون بحث یک شوخی بود و اینکه شما بیاید مثلا به فرض مثال چیکار کنید، یه دونه پیوت داشته باشید و کلوز کندل قبلی و مثلا اینجا یه عدد داره به اسم مثلا 109 40 خوردی، اینو بیاید اینجا هم یه دونه کلوز 109 مثلا 30، این 109 و اون در واقع عدد قبلی رو بیاید جمع کنید این دوتا رو، و زمانی که این دوتا رو با هم دیگه اومدید جمع کردید یه دونه عدد به شما میده و پیوت این تایم رو دارید، اون عدد رو مثلا تقریبا تو 50% دارید و اگه نمیدونم توی سقف به اضافه عدد تایم تریگر میکنید، اینجا چنده مثلا 12 تا بالاتر گام کوچیک، 1 ساعته این که نیست، 1 ساعته این یکی دو تا 7 پپ مثلا از اینجا مثلا میرید بالاتر 5 تا 6 تا 7 تا و مثلا بشه ناحیه ورود شما به فرض مثال. این که الان تو حالت لایو اومد اینجا، من که تقصیر نداشتم و اینجا مثلا بشه FTC شما، نه بیاید از کلوز به کلوز اون یه دونه از این لول های گام حرکتی ترسیم کنید و مثلا 66% بشه اینجا، این هم اینجا، این 66% اینجا مثلا بشه اون لول شما که حالا یه دفعه اومده دیده و دفعه دوم هم اومده و بهش نفوذ کرده. دیگه هم که آخر شب شد، امروز هم فکر کنم جمعه هستش، برای شادی روح و شادی روح ببین آخونزادن بلد نیستم، شادی روح اموات و درگذشتگان یک فاتحه بخونید، اینم به دین شما مسلمان ها، و بریم برای اینکه یک نگاه اجمالی داشته باشیم که امیدواریم چیزی جا نیفتاده باشه. خب اصل کاریه که این حالا محاسبات بود، اینم که دیگه گفتم، اکثر اون فرمول ها و اون تکنیک ها و مثلا چه میدونم چیزایی که وجود داشت اونجا گفته شده. شما میرید تایم رو بالا، میرید بالا و تا اینکه برسید به یک آقازاده، اینم آقازاده، اینم اینجا برسید به یک پیوت، این هم یک پیوت و یک کندلی که نیومده بالا سرش کلوز نکرده، این خودش یک کندله که حتما گفتیم باید بیاد در واقع بالاش کلوز بشه، چون سر ته چی بود اسمش، سنگ قبره و به هر حال یکی از اون کندل های استانداردی هستش که احتیاج داره قیمت بیاد به سمتش و شما همینم میتونید به عنوان یک اینجا کلوز سعودی، اونم کلوز سعودی، و بیاید یک ناحیه‌ای در محدوده های اینجا و اینم ناحیهش 66 ممیز 66 از کجا اومد؟ معکوس 1/3 حرکت 1/3 ای که وجود داشت و توی گام های حرکتی که از همون 66% توان حرکتی قیمت گرفته شده. حالا اینو الان میخواد بیاید توی تایم های پایین ببینید گره اینجاست و قیمت میخواد برگرده به سمتش و شما دارید به سمتش ترید میکنید. به اینجاها هم اومد، به فکر یک ترید به سمت سعودی بودن هستید و مدیریت سرمایه میکنید. حالا نمیدونم بیاید مثلا هایش رو نمیدونم منهای لوش کنید، تقسیم بر دوش کنید، نمیدونم گام ساختارش رو در نظر بگیرید، گام کوتاه رو در نظر بگیرید، گام بلند رو در نظر بگیرید، نه این گام های حرکتی رو در نظر بگیرید، ضرب کنید، تقسیم کنید، منها کنید، به اضافه کنید و یه جوری شده که اون ویدئویی که ما روش اومدیم شعر مولانا رو گذاشتیم رکورد دیده شدن رو زده. فکر کنم به خاطر شعرش بوده، نه به خاطر این نه چاله میدانی دیگه صحبت نکنیم. و همه شما رو به ایزد منان می سپاریم. موفق و مؤید و شاد و پیروز و سربلند باشید و انشالله هر زمانی که سوالهای شما راجع به این مبحث تموم شد میریم برای
ضبط کردن جلسه بعدی.